مردم خیسته به همینجا آمدم. البته من 32 سال استاژ کاری دارم. وقتی که جناب محترم پیشوی ملت ما همت به ناحیه کانیبادان و آخری گذراندن، در ناحیه کانیبادان اسپره گفتن که همین اسپیشالیست ها به دنقره روید کار کنید، از اونجا کلیم کنید، از اینجا کلیم برید، بین یکدیگر اتفاق شید. به دل من یک وحی آمد. من خواستم گفتم که همین سخن جناب عالی رو به زمین نمیگذارم. گفتم و خسته آمدم همراهی شوهرم. وقتی که اینجا آمدم من در حکومت معاون اول حکومت امیرشاه بسیار خوب قبول کردن. اون کس با همراهی اون کس ما به نظر رئیس غلام رفتیم. اون کس به من همین جا رو من گفتم که در کجایی که زنها نورسایی دکتر امراض زنانه است، من در همونجا کار میکنم. خاطر من اپلوژ گینکولوگ، لیکن من میخوام که اینجا تنقیصی تشنه گینکولوگ است. بعد دکتر غلاموف مرا به همین جا آوردم و در اینجا من سر دکتر شریف رو بسیار خوب قبول کردم. من دیدم با اونها شنا شدم. مقصد دارم، مرام دارم که در همین اینجا من یگون کس خیش ندارم، یگون کس نداشتم، لیکن علاقه ما همه دکترها علاقه همین شخصان همینجا که من خیش شدم، خواهر و برادر هستیم، ما با یکدیگر اوجا اتفاق هستیم. من در همین جا همین خیلی مقصد داشتم که خدا اگر خواهد اون بیماری‌هایی که در بین زنها امروز کمخونی، جاغر بسیار هم چی شده رفته ایستاده است، پیش روی همه گرفتن و بسیار تولد کنی که در زنها دیده میشه، با راههای ماندنی کانتراسپسیو بیپول رویگان همه خیلی من حرکت کرده ایستادم که سیمای کانیبادان با که من کار کرده بودم در همین خرمزمین نشان دهم. برای همین من همه وقت در شب و روز خدمت مادر وطن شده. من وعده میدیم که به پرزیدنت محترم پیشوای ملت که من با اقدام اون کس با سخن اون کس آمدم خدمت شایسته نموده، همه خلق همین جبه خدمت شایسته میکنم و میخوام که سلامتی آنها رو، سلامتی مادر و کودک که امروز پرزیدنت محترم بسیار اهمیت بزرگ داده هستند و من همچون مادر هستم، هم دکتر طبیب هم مادر، میخواهم مادر اول سلامت باشد، کودک او سلامت به دنیا آید، جامعه ما آینده ما سلامت می باشد.